بسیاری آدم ها میگن که چه وقت حالا قیاش شما سیاه من میگم من پس یعنی اسم میمالم یا باید زیر ها ناموش 183 میلیون کنم خواهد استفاده نمیبرید؟ نه من وابشه استفاده نمیبرم ولی خودش خوش گفتگی که اسم مال خوش میسبزد زنک باید اسم همه وقت خوشی چشم اسم که سیاه شود این کراسگاه همش بیکاره منه خالای جمعگل قربانова 63 ساله بوده نفقه‌خوار میباشد. صاحب 4 فرزند و 15 نبیره است. او ابروانی سیاه و زیبا دارد. سر زیبایی قاشانی پیوسته او در آن میباشد که همه روزه به آن اسم میمالد. این زنی کشاده چهره که سیمای گرم و زیبا دارد هنوز از سن 10 سالگی به قاشهایش اسم میکشید و سال از سال نتیجه خوب اسم مالی وی مشاهده میشد. این طرز پرورش ابروانش را هنوز از مادر و مادر کلانش یاد گرفته است. بنابراین خاله جمعگل در نوبت خود این تربیت زیبایی پرستی طبیعی را به نبیرگانش نیز تلقین نموده از خورده به قاشانی آنها اسم میمالد تا آنها سبزیده زیبا شوند. نیورم ببین هر باری این قاشش به میمالونم خورسه هم میشه که اوچه شما منو وکلید اسم مالون دید گفته این اسم جدا هم ثواب زن باید خوش چشمش از طریق الله سیاه باشد با منیم اسم گیاه ده این همین گیاه ها اگر اسم کنیم اگر اضافه میشد خوش و میوه خوش به قوت میشه. اسم گیاه است که به زمین میکارند آن را نگاه و بین میکنند. سپس بعد سبزیدن این نمودی رستنی زنان و دختران آن را آب کرده به چشم و ابروان خود میمالند. امروز در هر 4 فصل سال اسم را از بازار دریافتن ممکن است. حتی در فصل زمستان که هوا سرد است اسم فروخته می شود. 3 بندی اسم یک سامانی ارزش دارد و آن را 3 مراتبه استفاده بردن ممکن است. اسم های خودم میکارم دونی هاولونده و کده اکو همینه میبیاریم دیگه و بسیارتر زن ها میگیرن زن های کلانسال میگیرن. شما خودتان هم میمالید؟ ها میمالم. دوامی چند سال آخر نمودهای آرایشات طبیعی به مانند اسم و هینا از بین رفته جای آن را هر گونه آرایشات صنعی گرفته است. دختران اساساً به هر گونه موادهای کسمتیکی استحصال دولت‌های گوناگون توجه دارند ولی به این نگاه نکرده خاله جمعگل و کلیند و نبیره‌هایش به اصول عنعنوی و طبیعی زیب دادن ابروان توجه دارند. یا عمده همسایه هم حالی منین یان مونده در های همه اسم آب کردی چوجیق این من بیاید میگفتم با اسم مولکک میکنم که یکتین داب بیاد اسم میکنم که خوششم خوش رو شد بهتر چیم امون کراسگاه های بیفایده مالدن. از دوره‌های قدیم به زنها رسم شده است که به قاشان خود اسم کشیده نمود ظاهری خود را زیب دهند. کشیدن اسم به ابروان فایده داشته موی آن را می سبزاند. اگر اسم را به چشم مالند قوه بینایی و نوری چشم خوب گردیده روندی خیره شوی پیشگیری می شود. اسم اینچنین برای موی سر فایده داشته ریشه های موی را پرقوت می کند. با نظر داشت خصوصیتی فایده بخشی اسم خاله جمعگل از نتیجه شخصی خود با واسطه اسم نگاه و بین چشم و ابرو را که اصول مامویی است به دیگر زنان و دختران نیز توصیه می دهد. گزارش گنجینه عالمova و نعیم جان ایوبov برای برنامه اطلاعاتی خبر.